زوره جان، چه خبر؟ خبرها که دست شما یه دیگه. دیشب عروسی خوش گذشت؟ بد نبود دیگه. مجلسه سمت و قم و شوهر مدینه دیگه خیلی نمیشه جولون داد به صورت. بهتر شما طرف عروس بودن یا دامادن؟ انگار کن عروسی دخترموی جواد بوده دیگه. خودت حساب کن دیگه، سمت عروس میشنه. دیگه به چه حساب؟ حالا اینا رو ول کن، بعد زوری هم پاتختیشه گفتن از 4 بیان. باز لابد میخوای بری به آراشگاه؟ نه بابا، جواد مگه پول آرشگاه مده؟ همین پول آرشگاه دیروزم 1000 تومن 2000 تومن از پول تو جیبه محمد امین بدبخت زدم. پس میخوای چیکار کنی؟ چند تا بیگودی به کلم بستم. خب اگم حالت فعل بگیره چون خیلی بهمیه. اگه تو هم یک سر بتنی بیه هم خانم همین پشتا مثل شوار بکشی که خیلی خوب مره دیگه. ما نمیرسیم خواهر جان، هنوز نهار درست نکردم. دوش نهار نزن زوره، ما خود مایم میخوایم غذا از بیرون بگیرم. پاش بیا اینجا. مگم یک وقتی جواد آقا تو زحمت نیفته بنده خدا. به جواد چی کار دارم؟ ما دیشب محمد امین تو مردا رقصیده بهش شاباش دادن. به چم از صبح ذوق داره پیله که مامان نهار من برم کباب بگیرم با پولان براتون. آخه خب بگو 8 سیخ بیشتر بگیره ما هم میه. باشه تو وقت بیا اینجا. اینا آمدم.